اگر ویدیوی بستن صحیح بند کفش و یا برداشتن اجسام از روی زمین رو دیده باشید، اونجا کامل توضیح دادم هیچ وقت نباید برای انجام کارهامون همیشه از کمر دولا بشیم. اگه دلتون میخواد توی مهمونی یا مثل یک لیدی پذیرایی کنید، به خصوص زمانی که اتاق دور تا دور مهمون نشسته، برای اینکه صحنه زیباتری هم ببینن، برای بهتر پذیرایی کردن به جای اینکه از کمر دولا بشیم، زانوامون رو به طرف جلو به حالت نیمه نشسته خم میکنیم و دستمون رو به سمت مهمان جلو میبریم. اگر مبلمانتون 3 نفره مثل من هستش، بعد از اینکه به نفر اول پذیرایی کردید، برای نفر بعدی یکم جلوتر میرید و پذیراییتون رو انجام میدید و برای نفر سوم حتما باید به اون طرف میز رفت و پذیرایی رو انجام داد. از این وسط میز هیچ وقت ما پذیرایی رو انجام نمیدیم. فرقی هم نمیکنه که ظرف شیرینی، سینی چای یا شکلات دارید تعارف میکنید. به همین شکل برای همیشه میتونید زانوهاتون رو به سمت جلو خم بکنید، دستتون رو جلو ببرید و تعارف بکنید.